واتساپ بفرمایید. و علیکم السلام. خواهش میکنم از 2 دقیقه زیاد صحبت نکنید که هزارها آدم پشت خط دیگه من نمیتونم همه مردم جواب بدم. و علیکم السلام. بله بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بله. خواستم پیش همه مردم تاجیکستان سلام بگم که خیلی دیکتاتور با این عاقبتش با آخر رسیده است. با آخر رسیده است. سفر اخیر رحمانوف با کلوب چطوری شرح میتی؟ سفر اخیر رحمانوف با کلوب با خود شاسیاکنا خمیر ترش وریم تایم ورتالیو در روش رنگ خمیری ترشیدگی هم جدا ایستاده. آخه دیگه چیش بگم آخر رفته هم دیگه مرده که پیری داغ هم جا ایستادگی تیزون همه کشی میره قطعی تخر صورت میگیری. آخر توبه کم پروردگار نرفتی همو جایی که همو کانسرت بود همو گلباغ میگن همونجا را همو مردم همونجا توالت نداره و امبر همو کمبودی همو مردم بود که همین کار هم میتونی دیگه نرفتی همو زوادی پختش ببینی که در کدام سستانی زواد متال داره همو زوادای متال ببینی که در کدام سستانی هر یکم این زوادایی که ما گفتم در یو 3-4 هزاری آدم در یک سمینش کار میکرد شیبا نمیره یورا خبر بگی که در کدام سستانی یعنی زوادو سفر کوری برای سفر کوری نه پجالسته نه ببی زواد ببی فابریکوی همونجا را ببی چند تا تکستیل های 3-4 تا تکستیل داودرانی کلوبای یک تریتوریا کلوب 3-4 تا تکستیل های یگان تایو کار نمیکنه همه اون متال در رفتسته و بونوی فابریکا بود بوانی متال در رفتسته ای مرده که خوب تو گجور رفته نگاه کانسرت کنی میره رقص کنی میره اوخی با رقص کردن این اقتصادی تاجیکستان پیش بردن نمیشه و بودجه غنی نمیشه با رقص کردن اوخی خیلی نمی شروع نری کلوب رامدن گب زدن کانتونا بزنیم برادرو ما همو درنیم نکی اوخی همو پسی شستو گب زدن در کوکی مثال همو مرده ما همو سری زوادم همو جده چیم پیش خونه همو در زواد همو زوادی کلام بود جده چند هزار آدم کار میکرد زوادی مسئله زواد بود در برش زوادی پخته بود شیبا پرزیدنت نمیره و همو زوادو را ببینه که همو زوادو کار میکن مردم در فایده نمیتن شیگه پای شیبا کار نمیکنن شیبا او زوادوی کلان میتال در رفتگی هم شیبا نمیره و ببینه شون همه گپوی ما را بشنوین برای همو زوادو را پرور کنه اینه مقامات کلوب اما گفتستم که مردم در ظلم نکنن باید شما خیلی چی با مردم در ظلم میکنه تکدش وقتون یگان کار کردن نمیتونین برای زواد خبر بگیرن همش کندن بردن در متال فروختن و خیلی شما کجورا نگاه میکنه که چیزی دولت کنده بردستن چیزی مردمی کلوب کنده با همون خاطر حالت مردمی کلوب این از این برادر بشنویدیم این چیزایی هستن که باید که بفهمن پس یعنی که هر کجایی که رحمانو سفر میکنه هر کجایی که پاک زورت خطغن نه زنده وطن یابد نه مرده وطن نه زنده کفن یابد نه مرده وطن یعنی نه زنده کفن یابد نه مرده وطن یگان همون خیل نه نو خیلی شنبه 1000 آدم آوردگی های 2000 آدم ارمی آوردگی های برای حمایت خودش یکی خیلی شنبه آوردگی هم برای همین راهبری کردن نمیتونه همین راهبری حلال کردن نمیتونی بیو بسش که برای دولت دیا بودم دیگه بته که همین اقتصادی دولت پیش برای با او کدو و بویجان و قلنفر بالگری ننشه و این مردم بخدا کش نمونده مردم بکار مونده ای باش یک خوبچه 300 سمای چی ما بزرگ کلوب نمیتونه بیزنسمن ها بگو که همون بزرگ خوبچه ارده چند سمای چی ما نمیتونه این چیزورا همین گفت ما همه موازدارت داخل داره که این همه مردم کلوب این همه ملیسوش ملیگایوش کیگبش دختورش همه همه بخدا که همهش کارپسانران اگر 100% نباشه 85% کارپسانر بخدا مردم دانمی کرتک شنگو بخدا کترجاف بادست نه با پوشو کرتکوی مردم چکیدگیان مردم خب کنن اوخی ای مارو در این ملیسا ما شما را ندانم در بین شما اداموی چست یعنی هست اداموی که
و دوره سیوز بخوندگی بود که اگه با عقلان و دلشون با مردم میسوزن. در بین شما بسیار خیلی دم جوانوشانی هستن که آدمای خوندگی با سوادن، مردم از ظلم نمیکنن. آخه مایلی امی تو امروز ظلم کسته خب کسته امی نه اویلو که حلال داری نه پنسیه خوب میگیری بکجا امی اوینده خود تفکر که فرزندت ایودا بد میشه بخت. اما شما را مرده کنی میگیم تو که نکنین همین کارو را یا زیلی بکنی که هم خود دستوی می زندگی کنی او برای فرد و تایید چیزی ببونی همین فرد تو فرزند تای دل با همون نمیسودا. سلامت باشه برادر گرامی، الله حفظت کنه. سلامت باشه برادر زیاد، انشالله درست مردم خدا خواهد فهمیدن. بخیزن که یا تای افغان نرن یا تای خیتوی نرن این همین دره رحمانوف تا اگر دفن شود اون فایده نداره. نمیتونه همه قدر بیشتر کن که همه قدر دیگه بتونه نیک فرزندتون نمونه خورشه و سلامت باشه الله حفظت کنه.